سلام میگم خدمت دوستان گل. طبق قولی که داده بودم اومدیم با ضبط کیک سیب. خب مواد لازم رو براتون گفته بودم، یه بار دیگه تکرار میکنم. البته موادی که من الان دارم نصف میزانی هستش که من توضیح داده بودم. تخم مرغ داریم 4 عدد که من نصفش رو استفاده کردم. آرد قنادی داریم 300 گرم. شکر داریم 300 گرم. بیکینگ پودر یه قاشق مرباخوری که من به آردم اضافه کردم. یه پنس نمک که من همیشه توی مواد اولیه استفاده میکنم. وانیل، یک قاشق چایخوری که به تخم مرغم اضافه کردم. سیب رنده شده که گفتیم ترجیحاً سیب قرمز باشه 2 پیمانه و روغن مایع 2/3 لیوان فرانسوی. حالا میریم سراغ طرز تهیه. تخم مرغ رو میزنیم تا از لختگی در بیاد، بعد شکر رو بهش اضافه میکنیم. با همدیگه مراحل کار رو کم کم پیش میریم. من میرم صدای موسیقی رو یکم زیاد میکنم که صدای همزن اذیتتون نکنه. تخم مرغ و شکر رو با هم میزنیم. میریم تا مرحله بعدی.